وقتی مامان بابا جدا میشن، قبل از اینکه به فکر خودشون باشن به فکر اینن که حالا چی کار بکنیم طلاق ما کمترین اثر منفی رو بتونه روی بچه‌مون داشته باشه. چند تا کار ساده میتونیم انجام بدیم. نمیخوام بگم که طلاق میتونه بدون اثر منفی باشه واسه بچه‌ها، ولی میتونیم این اثر منفی رو کمش بکنیم. بریم ببینیم باید چی کار بکنیم. بیا قبول بکنیم که اگه رابطه تو با زنت، با شوهرت تموم شده، قرار نیست رابطه بچه‌مون با مامانش یا باباش تموم بشه. پس ما اولین کاری که میکنیم اینه که رابطه سالم والد فرزند رو نگه میداریم. تلاش میکنیم که این رابطه بمونه. واسه اینکه این رابطه بمونه باید چی کارو بکنیم؟ اولین و مهمترین نکته، لطفاً جلوی بچه بدگویی همسرتو نکن. اصلا قرار نیست که بچه توی تمام اتفاقایی که منجر به طلاق شده حضور داشته باشه. ببین ما قرار نیست به بچه بگیم که چی شد که اصلا ما طلاق گرفتیم. وقتی که بزرگ شد مسلما خودش متوجه میشه. واسه گفتن زیاد عجله نکن. ولی اینی که تو بخوای ازش بدگویی بکنی، معتاد بود، دوستم نداشت، خیانت کرد، دسته به زن داشت، تمام اینا چیزاییه که توی ذهن بچه حک میشه. برچسبایی که تو به طرف مقابلت، به همسر قبلیت، به پارتنرت میزنی، اینا همه توی ذهن بچت ثبت میشه. اون داره مامانش و باباش رو با این خصلت میشناسه که مسلما خوب نیست اگه اون خصلتای منفی باشن. ببین بچه ها توی روند طلاق هر چقدر سنشون پایین تر باشه میتونن مشکلات متفاوت تری رو از خودشون نشون بدن. مثلا بچه های پیش دبستانی وقتی با طلاق روبرو میشن میان از خودشون اضطراب جدایی نشون میدن، وابستگی شدید نشون میدن. ببین توی پیش دبستانی بچه ها فکر میکنن که اونا مقصر طلاق مامان باباشونن. میگن حتما ما کاری کردیم که مامان و بابا از هم جدا شدن. یکم بزرگتر میشه سن دبستان. توی سن دبستان ممکنه افت تحصیلی شدید از خودش نشون بده، مشکلات رفتاری بیشتر از خودش نشون بده. مثلا خیلی زیاد از حد عصبانی بشه، پرخاشگر بشه، ناخون بجوه. ممکنه که برگشت بزنه به مراحل رشد قبلیش، مثلا شب ادراری پیدا بکنه، ولی داره غم و خشم خودش رو اینجوری نشون میده. یکم بزرگتر میشه، نوجوان میشه، میاد اون مبحث طلاق توی خانواده‌شون مثل رفتارهای پرخطر نشون میده. دیگه یک نوجوان میتونه به مواد دسترسی داشته باشه، میتونه اینجوری ناراحتیش نشون بده. بیشتر از همه وقتی که نوجوانا میفهمن که مامان باباشون میخوان طلاق بگیرن، به روابط و به تمام اون عشقی که میتونه توی دنیا خودش تجربه بکنه بی‌اعتماد میشه. میگه پس منم هر چقدر تلاش بکنم برای زندگیم واسه یار عاطفی توی آینده به طلاق میرسه. فکر میکنه تمام روابط اینطوریه. پس ما قرار نیست انتظار داشته باشیم همه بچه ها یک جور به طلاق واکنش نشون بدن. این نکته خیلی مهمه. دومین کاری که میتونیم بکنیم اینه که لطفاً پرهیز کنیم. یعنی خودمونیش اینه که بچه ها رو درگیر تعارضای خودمون نکنیم. چجوری؟ از بچه به عنوان یه پیام رسان استفاده نکن. برو به مامانت اینو بگو، دیدیش این هفته برو به بابات اینو بگو. این خیلی به بچه ضرر میرسونه. ببین شاید دلش میخواد وقتی که پهلو مامانشه، تایمی که پهلوی باباشه و چند وقت ندیدتش، کلا به این چیزا فکر نکنه، ولی تو مجبورش میکنی بچه رو که اون تایم درگیر چیزایی باشه که تو میخوای و این اصلا خوب نیست. لطفاً جلوی بچه بدگویی همدیگر رو نکنید. اینو دوباره دارم تکرار میکنم چون مهمترین مسئله توی طلاق همینه. بذارید رابطه‌ای که هست اون رابطه سالم و قوی بمونه. خودشون میدونن، خودشون دوتا مادر و پسر، مادر و دختر، خودشون میدونن که چی کار میخوان بکنن. مورد سوم، لطفاً هماهنگی تربیتی باز هم توی طلاق یادتون نره. ما کلا توی تربیت بچه یکی از اصلای مهممون هماهنگی تربیتیه.
حالا وقتی بحث طلاق میاد وسط، این مسئله مهمتر میشه، چون دیگه بچه داره تو 2 محیط رشد میکنه. ببین نمیتونه یک جا یه کاری بد باشه همون کار توی یه محیط دیگه خوب باشه. پس اینا رو با همسر سابقتون چک بکنید که یه سری کارا بده، یه سری کارا رو نباید انجام بده. مثلا سیگار توی هر 2 خانواده ممنوع باشه واسه نوجوان، نه اینکه یه جا راحت باشه یه جا نه. واسه یه بچه دبستانی مثلا تلویزیون دیدن از یه حدی به بعد ممنوع باشه، هم توی این خونه هم توی این خونه. نمیشه مامان بستنی رو کاملا قطع بکنه ولی بابا وقتی میره بیرون فقط برای بچه بستنی بخره. وقت بابا میشه آدم خوبه، مامان میشه آدم بده. این هماهنگی یادتون نره. مورد 4، به بچه اجازه بدیم که احساساتش رو بیرون بریزه. اون میخواد که ما ازش حمایت بکنیم. ببین خود مبحث طلاق به تنهایی آسیب زننده نیست. چیش آسیب زننده است؟ این که بچه احساس بی‌ثباتی کنه، احساس ناامنی کنه، احساس طرد شدن بکنه، بی‌اعتماد بشه، ایناست که باعث میشه طلاق آسیب زننده باشه. حالا ما وقتی بیایم یک به یک این احساسات رو در نظر بگیریم و یه کاری بکنیم که مثلا احساس ناامنی کمتر بشه، بی‌ثباتی کمتر بشه، باعث میشه که ما کاری بکنیم واسه بچه‌مون که طلاق و اثرات منفی طلاق واسش کمتر بشه. پس ازش حمایت عاطفی کنیم، اجازه بدیم بهش که احساساتش رو بگه، بتونه گریه بکنه پهلوی ما، بتونه غر بزنه، بتونه اعتراض کنه. نه اینکه جلوی ما حق هیچ گونه حرف زدن در مورد باباش یا مامانش نداشته باشه، هیچ گونه اعتراضی نخواد بکنه، نذاشتیم که بکنه، این بهتره. پس حمایت عاطفی یادمون نره. این که بچه ثبات داشته باشه. بی‌ثباتی یک از چیزایی که توی طلاق بچه‌ها رو اذیت میکنه. بچه‌ای که تا پریروز روزای یکشنبه استخر میرفته، حتما 2 روز در هفته خونه مامان بزرگش میرفته، حتما دوستاشو میدیده هر روز، الان یهو به وضعیتی رسیده که تمام کلاساش کنسل بشه، خونه مامان بزرگ با بزرگ دیگه نره. خب خیلی خودتو بذار جاش، واقعا حس بدیه اینکه تو یهو همه چیز زندگی ازت گرفته بشه. پس تا جایی که میتونیم ثبات زندگی و برنامه و روتین زندگی بچه رو دستکاری نکنیم، بذاریم به همون ثبات بمونه. بچه اینجوری احساس کنترل بیشتری بهش دست میده. و مورد 4، لطفاً زمانی که میخواین طلاق بگیرین با بچه صادقانه و با محبت صحبت بکنین راجع به این موضوع. چرا میگم صادقانه؟ بهش نگین که من و بابا، مثلا بابا رفته مسافرت، من و بابا این چند وقت جدا زندگی میکنیم. براش توضیح بدین که آدما یه مدت با هم زندگی میکنن، ممکنه که نتونن با هم ادامه بدن، تصمیم میگیرن که جدا زندگی بکنن. بچه رو توی خماری و توی پوست گردو نذارین که مامانم برمیگرده، بابام برمیگرده. ازش بخواین که این موردا رو درک بکنه. بچه‌های سن پایین‌تر کمتر درک میکنن، با قصه با بازی اینو بهش بگیم، و بچه‌های بزرگتر که خب راحت‌تر. ولی این وسط دروغ نباشه، لطفاً صادقانه براش توضیح بدیم که چه اتفاقی توی زندگی ما افتاده. و مورد آخر، این که خودمون یک الگوی سالم باشیم. ما توی طلاق داریم با یه چالش و با سختی روبرو میشیم که تا حالا تجربهش نکردیم. پس الان نیاز داریم که هم قوی تر باشیم، هم کاری بکنیم که بچه‌مون از ما یاد بگیره که توی موارد سخت زندگیش باید چجوری رفتار بکنه. اگه من توی پروسه طلاق خودم بشینم زانوی غم بغل بگیرم، به عالم و آدم فحش بدم و هیچ کاری نکنم، دست روی دست بذارم، پس چجور میخوام از بچم انتظار داشته باشم وقتی که بزرگ شد و با یه مشکلی روبرو شد بره همچین با جرأت و با تمام توان بره تو دلش و حل بکنه؟ من میتونم توی این مورد که یکی از سخت‌ترین شرایط و موقعیت‌های اضطراب‌زا، در این شکی نیست، طلاق واقعا واسه همه اعضای خانواده اضطراب‌زا، کنار بیام باهاش و توی اون موقعیت تازه بخوام رشد بکنم، مسئولیت‌های جدید بگیرم، من میتونم توی این مورد الگوی خوبی برای بچه‌م بشم. طلاق واسه آدم بزرگا هم سخته. پس ببینید واسه بچه‌ها چیه. ما میتونیم با این موارد، با الان من نزدیک فکر میکنم 7 مورد گفتم که میتونیم اجرا بکنیم و بچه بتونه
طلاق رو راحت تر کنترل بکنه، راحت تر هضمش بکنه. این موردا رو انجام بده. توی کامنت به هم بگو که طلاق رو تجربه کردی یا نه، اطرافیانت داشتی یا نه، و توی اون موقعیت بچه چه تغییری کرده. سابسکرایب کن. توی این کانال ما قراره که به تمام سوالاتی که توی فرزند پروری و تربیت بهش برمیخوری جواب بدیم. اینجا جاییه که جواب همه سوالات رو میگیری. میخوایم نکاتی رو بگیم که محیط شادتر و خانه امن‌تری داشته باشیم. سابسکرایب یادتون نره. خدا